معاملات ما اسلامی باشه. اسلام کامل یکی عبادت میکنه ماشاءالله، در نماز تهجد میکنه، اشراقش قضا نمیشه ولی معاملات نداره. معاملات داد و ستد، خرید و فروش، کم فروشی میکنه، تطفیف در کل معامله. کارگره 8 ساعت باید کار بکنه. این اگر 1 دقیقه همین وقتش فروخته در مقابل مزدی که میگیره. معلمه، مدرسه ها دارن باز میشن. معلمین عزیز، آموزگاران، فرهنگیان، اساتید دانشگاه، علما، مدرسین، ببینیم ما وقت را فروختیم در مقابل او. کمی یا زیاده معاهده شده، جزا اگر 1 ساعت تأخیر کردیم، 5 دقیقه تأخیر، نه 1 دقیقه تأخیر کردیم، مزد کامل گرفتیم، حرام خوردیم، حرام خوراندیم بچه خودمون، با حرام افطار کردیم، حرام سحری خوردیم. اگر لباس درست کردیم با همون حقوق، حرام، لباس حرامه. و پیغمبر فرمود کسی به 10 درهم لباس خریده، 9ش حلاله، 1ش حرامه، لم تقبل صلاتو، نمازش قبول نمی شود. این معاملات داد و ستد. تو معاملات ربا نباشه، سود نباشه. بانکای ما باید اصلاح بشن. خود علمای شیعه ما، مراجع شیعه ما هم بسیاری از روش‌های بانکی را قبول ندارن. ما کشورمون اسلامی باید اصلاح کنیم. احتکار نباشه، عیبی در کالا هست باید گفته بشه. پیغمبر خدا آمد صلی الله علیه و سلم، دید خرمنی هست، نگاه کرد زیرش تر بود، فرمود که اینجوریه که بعد پیغمبر فرمود من غشنا فلیس منا، کسی تقلب کند از ما نیست.